ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص. جنگ ابعاد مختلف داره. جنگیدن با توپ و تانک خیلی ساده است، کما اینکه ثابت کردیم ساده است. شیمیایی شدن خیلی ساده است. به خدا اینا آسونه. وقتی که زمان گذشت همه چیز فراموش می‌کنیم، کما اینکه خیلی چیزا فراموش کردیم. اما این خطراست، خطر فرهنگیه. دشمن رو اشتباه نگیرید، دشمن ما حزب بعث نیست. حزب بعث کیه؟ آمریکا کیه؟ دشمن ما خودمون است. تا که دیگه 10 سال گذشت. خیلی آقا حالا تو ببینید مصلحت چیه؟ مصلحت نیست آقا، مصلحت نیست. کدام مصلحت نیست؟ ما گرفتاری داریم، نه یکی نه دو تا، با آمریکا بجنگیم. از این بر مواد مخدره ارزونش کردن، از این بر بی‌حجابی اومد، هیچ کس هم نمیگیره جلوش. میخواید با بی‌حجابی، میخواید با این وضع، میخواید با بندوباری، با دهنکجی، با مسخره کردن شهیدان زندان، ما چرا بجنگیم؟ تو خیابون من خودم شنیدم. ما مسئولیت داریم. دشمن ما خودمون است. آقا مگه آدم چرا میتونه ترکش بخوره؟ بالاخره ترکش هم میدم تو قلبش، میدم تو سرش، میره پیکانش. بذار اقلا حرفمون رو بزنید دیگه. ما که جایی نکنیم داره حرف هم نزنیم، هر همیشه هم این سر کار این بساط امروز ماست. و حالا وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما اینه همونطور که دشمن در کفرش پایداره، ما هم در ایمانمون پایدار باشیم. مردم حالا فشار روشونه، نباید به مردم خب گرونه از این ور داره فشار میاد. آقا فساده مسئول خدا خودت میدونی. ما داریم از این ور میریم، ما راهمون جلاست. هر کس میخواد با ما بیاد بسم الله، هر کس بگه آقا من نمیام خداحافظ شما، وگرنه منافقه.